کسایی که در پارلمان هستن اینا مشرع هستن، یعنی به ایمان قانونگذار هستن، اینا هر کدام اله هستن در اینجا. مردم که اینا اختراقات اینا الهه را به خود اختیار میکنن، یعنی کسایی که در انتخابات سهیم میشن چی نواد که نامزد میکنن خود در انتخابات، بدون شک اینا دلالت به کفر نام میکنه که اینا به این هستن که ما قانون غیر الله را بگذاریم. کسایی که امروز دعوا میکنن که در پارلمان عبارت از شورا هست، این مضحکه بیش نیست. شورا در یک نظام شرعی می باشه، شورا در مسائل می باشه که در اون نص نیست، در قضای اجتهادی می باشه و او کسایی که در شورا اجتهاد میکنن از خود شروط ضوابط دارن. نه در همچون کسایی که ما مشاهده میکنیم کسی که الف با ب فرق کردن نمیتونه، کسی واجبات سر نماز خود فهمیده نمیتونه، آیا او مستحق قضیه است؟ زنی که زن فاسقه فاجره می باشه که در داخل های هم میتونه که برای ما فتوا صادر کنه، در داخل اجتهاد کنه، اون مجتهده شد در داخل پارلمان. این مضحکه بیش نیست. کسایی که در پارلمان قرار دارن اینا الهه هستن، اینا خدای ساختگی هستن، در اینجا اینا قانون میگذارن. ببینین شما در همه پارلمان ها مشاهده کنید که عضو پارلمان گفته نمیتونه که ما به این خاطر شراب باید حرام باشه، به خاطر که در قرآن کریم آمده انما الخمر والمیسر والازلام رجس من فاجتنبوه. نه، این گفته نمیتونه که در قرآن آمده که شراب حرام باشه، بلکه او به این استناد به قانون میکنه، به نص قانون که در ماده فلانی در فصل فلانی آمده که به این اساس باید چی باشه، شراب باید حرام بسازیم. بازی در اون مناقشات و جر و بحث صورت میگیره، مجالس مختلف دایر میشه، نشستای مختلف دایر میشه و همگی هوا هم منصوره است. رو شاید در همه کشورهای اسلامی 70 سال میشه که اکثر تنظیم‌های مختلف در انتخابات داخل شدن، اما مشاهده میکنیم که نه نظام اسلامی تشکیل شد بلکه مردم از تنظیم‌های اسلامی نه بلکه از اسلام فاصله گرفتن، به خاطر فساد عمل کرد اینا فاصله گرفتن. پس کسایی که اعضای پارلمان هستن متوجه باشین اینا طاغوت ها هستن، هر کدام طاغوت است و کسایی که اینا رو انتخاب میکنن در حقیقت طاغوت انتخاب میکنن. دموکراسی خود نظام دموکراسی دو نوع نظام، یکی مستقیم غیر مستقیم. مستقیم این نظامایی رو میگن که در قریه میتونه که 100-200 نفر یک جا شوه خودشان در مجلس در پارلمان بنشینن، اما در کشورهای که توده‌های مختلف کثیر مردم زندگی میکنن مشکل است که همه مردم در پارلمان جمع شوند. پس این مردم با خود نماینده انتخاب میکنن. پس اینایی که نماینده انتخاب در حقیقت اونا خودشان در داخل اونا ممثل اینا در اینجا است. پس اینا متوجه باشن که اینا هر دو در کفر واقع هستن. پس این کمپاین انتخاباتی که در افغانستان فعلا جریان داره، از این مردم باید برحذر باشه. کسایی که آخرت خود میخوان از این کمپاینا باید دور باید باشن، به خاطر که اینایی که کار میکنن بدون شک اینا در کفر واقع هستن و اینا متوجه باشین. همین دموکراسی قلابی که فعلا در افغانستان است، این کجا دموکراسی است؟ اونا هم به این ملتزم نیستن. اینا فقط در افغانستان میخواین که با جهانیان مردم جهان نشان بدن که ما انتخابات صورت گرفت، مردم در این شرکت کرد و این نظام که نظام انتخابات، در حالی که از آغاز از ابتدا از رئیس جمهور گرفته تا به کابینه قلابی حتی تا اعضای پارلمان حتی تا والی ها که است همه گره صلیبی ها و یهودی ها خودشان اختیار میکنن. مطلقا در این ملت مطلقا داخل نیست، صرف اینا سوژه را به این خاطر ترتیب میدن که گویا بر مردم شما در اینجا آزادی است مردم. با این هم چی دموکراسی حقیقی باشه و چی قلابی باشه، اسلام با اردو مخالف است. اسلام از خود نظام مستقل داره. امروز بعضی کسان میگن که ما دموکراسی اسلامی، دیروز میگفتن سوسیالیسم اسلامی، امروز میگن کمونیسم دموکراسی، فردا شاید چیز دیگه بگن. نه، اسلام نه سوسیالیسم است، نه کاپیتالیسم است، نه دموکراسی است. اسلام دین مستقل است، اسلام دین الله عز و جل است و کسی غیر از دین الله چیزی را اختیار میکنه بدون شک این کسی است که زیانکار و خاسر در آخرت است. و اسلام اصلا ضرورت به پینه نداره که ما از هر نظام بگیریم و پینه کنیم بازی را با اسلام جور کنیم. اسلام به خاطر انتخاب خلیفه راههای خود داره، راههای مناسب خود داره. اسلام به خاطر اختیار زعیم راههای خاصی خود داره و ما به خاطر از این مردم دعوت به این میکنیم که در این جهاد شریک شویم تا ما بتونیم که نظام اسلامی و خلافت اسلامی را در چی دلیل قائم کنیم. پس دموکراسی نظام کفری است، این دین است غیر از دین الله عز و جل. پس شما دیدین بیزاریتون از دین اعلان کنین، کفرتان باید اعلان کنین و کسایی که در نظام دموکراسی اشتراک میکنن از اینا بزرگ کنن، ولو که اینا کسایی باشن که منسوب به تنظیمای چی باشن، منسوب به تنظیمای اسلام. چرا اشتراکشان در اینجا دلالت به این میکنه که اینا می منظومه را پذیرفتن. متوجه باشین غربی ها او اسلام نماهای را که یا اسلامگرای را که این منظومه دموکراسی را پذیرفتن، از رایی که دشمن اختیار میکنه که با اینا با ما مخالفت کنین، از را با دشمن مخالفت میکنن. اینا در حقیقت کسایی هستن که نظام را پذیرفتن. ببینین
به رسول الله صلی الله علیه و از این پیشنهاد بالاتر شده بود در مرحله مکی. این کسا که میگن ما فعلا بعضی کسا میگن ما در مرحله مکی هستیم، پیشنهاد در مرحله مکی به رسول الله صلی الله علیه و که ما تو را سید خود میسازیم، بزرگ قوم خود را میسازیم، اما ما رسول الله نپذیرفت. چرا؟ به خاطر که هدف مقدس است. باید راهی که منتهی به هدف میشه، وسیله که به هدف ما را میرسانه باید وسیله باید مشروع باشه. از این خاطر ما مشاهده میکنیم که به خاطر اقامه نظام اسلامی الله جهاد مشروع کرده و بدون شمشیر متوجه باشین، بدون گرفتن شمشیر، دست به شمشیر اقامه نظام اسلامی ناممکن است. اگر کسی به این است که هم اقامه نظام اسلامی صورت بگیره اما دست به شمشیر نبره، متوجه باشه که در وهم است، این در خطا است، این طبیعت دین درک نکرده. این سوره محمد و سوره قتال و انفال توبه و سوره آیات که در دیگه سوره نازل شده در این تأمل و درنگ نکرده که اقامه نظام اسلامی که است مرتبط به شمشیر و به سیف است. مرتبط به شمشیر و چی است؟ به سیف است. پس دموکراسی نظام کفری است و اینایی که متوجه باشید، حتی اینایی که با آبا و قبایل اسلامی خود در این نظام ها رفتن، اینا در حقیقت این نظام مشروعیت بخشیدن، این نظام مشروعیت بخشیدن. ما مشاهده میکنیم که کسایی که در نظامهای طاغوت اینا را پذیرفته، طاغوت اینا را پذیرفته. وقتی که طاغوت اینا را پذیرفت، پس در خود به خود دلالت به این میکنه که اینا از اساسات اسلام تنازل کردن در نزد طاغوت و الا طاغوت مطلقاً پذیرفته نمیتونست. ببینید نظام دموکراسی شبیه با علماء پیشنهاد مشرکین به رسول صلی الله علیه و آله است که رسول صلی الله علیه و آله گفتن که یک سال ما هدایت تو را پرستش میکنیم و یک سال تو هدایت ما را پرستش کن. اگر ما بر حق بودیم تو در باطل بودی، ما خساره نکردیم و تو خساره نکردی. اگر تو در حق بودی ما در باطل بودیم، تو هم خساره نکردی ما هم خساره نکردیم. عین پیشنهاد امروز بلکه همینا میکنن. ببینید مشاهده میکنیم 4 سال مثلا اسلامگرایا حکومت میکنن و دیگه همه تنظیم‌ها مکلف به هستن که از نظام پیروی کنن. پیروی از نظام که است، یعنی پیروی از دین است، از دین ازا پیروی میکنن. کدام دین؟ حتی این دین هم دین اسلامی نیست. بس 4 سال بعد کمونیستا حاکم میشن. اینا مکلف هستند به خاطر به موجب نص قانون دموکراسی که از اکثریت باید احترام باید شود، از این باید پیروی، در حالی که از این پیروی باید کنن. یعنی 4 سال اینا دین ازا را عبادت میکنن، 4 سال اینا الهی اینا را عبادت میکنن. پس دموکراسی که از دین کفری است و این مفاسد شده. بدون شک دیگه سخن طولانی میشه که ما در اعماق مسئله داخل شیم، هم اعماقش مورد چی قرار بدیم، عمیق در باید بفهمیم که دین طاغوتی است، باید از بیزاری و برات خود باید اعلان کنیم، در انتخابات باید سهیم باید نشیم و نه کسایی که نامزد شدن، حتی کسایی که شعار اسلامی رو چی میکنن بلند میکنن، اینا فقط به خاطر فریفتن عوام است. و اگر شما کسی رو مشاهده در پارلمان که علی امریکا هم صحبت کنه، در اسلام صحبت کنه، این در حقیقت بر ملت میخواد خواب مغناطیسی بده که مردم خواب بده. به این خاطر مردم خواب بده که گویا اصلا کسایی که این جهاد میکنن، ضرورت نیست که ما در بیرون جهاد کنیم. و اینا متوجه باشین که مخالفت با نظام به نام حزب مخالفت معارض این جزء الانفاق نظام دموکراسی است که باید کسایی در پارلمان باشه که با نظام مخالفت کنه، حتی مخالفت که صورت میگیره به اساس چی است؟ به اساس دستور دموکراسی است، به اساس دستور پارلمان است. اگر مظاهره صورت میگیره قبل از اینا باید مظاهره علیه امریکا صورت میگیره، اینا اجازه را از طاغوت میگیرن. مساحت تعیین میشه که از فلان جاده تا فلان جاده، وقت تعیین میشه، ساعت تحدید میشه، همه تحدید میشه. پس این دلالت به این میکنه که اینا با این نظام مخالف هستن. دشمن برای ما رای مخالفتش آمده. پس وقتی دشمن رای مخالفتش رو نشانه، در حقیقت این چیز نیست که نظام چی کنیم ما از بین نبریم. نظام چی کنیم؟ چطور میتونه که صلیبی ها و یهودیا در افغانستان یک فرد مجاهد در گوشه و اطراف اکناف افغانستان اگر پیدا کنن، دستگاه محاربوی صلیبی ها و یهودیا به حرکت در میآید و راکت ها از مناطق مختلف سرازیر بشه بالای افغانستان به خاطر یک فرد متوجه باشین. همایی هزارها و دهها و صدها نفر در مظاهرات شرکت میکنن، در داخل پارلمان هستن، با این ابا و قبا و باریش و با ابا و قبا. از اینا دشمن در خوف نیست. به این خاطر دشمن به خوف نیست که اینا ورای خدا با الله جل بریدن. باز متوجه باشید اگر اعضای پارلمان بگن ما مستقل هستیم، نه، شما خوب متوجه باشید که در حتی اعضای پارلمان در افغانستان در همه کشورها مشاهده کنین اینا به کمیسیون ها تقسیم میشن و هر کمیسیون تمام کارها و فعالیت‌های وزارت مراقبت میکنه. مثلا این کمیسیون 10 نفر اعضای پارلمان مربوط به کمیسیون وزارت دفاع میشه، یعنی به این مره کارهای اینا رو مراقبت میکنه این کار کدام خطا و اشتباه نباشه. پس اینا جزء نظام هستن و از کسایی که از نظام صلیبی و یهودی تغذیه میشن این بالا اینا اعتماد نکنید که اینا بر شما فتوای جهاد میتن. فتوای جهاد از کسی بخواین که در میدان جهاد باشه.
حتی خاطر بعضی علما به اشاره میکنن که کسی قائد بازنشسته است اون نمیتونه فتوای جهاد بده. فتوای جهاد از کسی باید داده شود که در میدان جهاد است. حکم کسانی که در حکومت کار نمی کنند ولی حکومت را تایید نموده بر علیه مجاهدین پروپاگاند نموده و مجاهدین را به نامهای مختلف یاد می کنند چی می باشد؟ بدون شک کسانی که در وقتی که در علائم جهاد برای کشور برای فرستاده یک منطقه برای فرستاده میشه مردم به سه بخش تقسیم میشه. یکی مردمی هستند که جهاد چی است، از جهاد دفاع میکنن، در میدان جهاد داخل میشن. دیگه مردم هستند که با نظام سازش میکنن بلکه جزء نظام میشن و علیه مجاهدین قرار میگیرن. دوم دسته مردم هستند که جهاد نمیکنن. خوی دسته به دو دسته تقسیم میشه. یکی اون دسته است که جهاد نمیکنن، هم در پای کفار قرار نمیگیرن، از کفار دفاع نمیکنن، علیه مجاهدین که تبلیغات نمیکنن. اینا مردم عاصی و گناهکار هستند. ایده دوم کسایی که جهاد هم نمیکنن و بدون شک اینا کس با دسته کفار هستند، یعنی به این معنی که اینا منافقین هستند که علیه مجاهدین تبلیغات میکنن. قرآن از اینا من ایس مخذل مثبت یادآوری میکنه. مخذل مثبت به این معنی که اینا میخوان اراده مجاهدین شل بسازن. اراده میشه اینا میخوان که میان مجاهدین و میان مردم مسافه ایجاد کنه و بدون شک اینا اونمو صف پنجم هستند در داخل صفوف مجاهدین، در داخل صف که اینا میخوان که مجاهدین از داخل ضربه بزنن. اینا میخوان که صف مجاهدین از داخل متلاشی بسازن. پس اینا متوجه باشن کسایی که علیه مجاهدین تبلیغات میکنن، کسایی که مجاهدین طعنه میزنن، کسایی که قیادت جهاد در مورد تن قرار میدن، کسایی که متهم به جاسوسی میکنن، اینا در حقیقت کسایی هستند که اینا استمرار امی وضع بحرانی، وضع فساد فعلی در افغانستان میخوان. امی فساد که فعلا دامنگیری امت اسلامی در افغانستان شده، یعنی به این معنی اگر مردم به این چیزایی که اینا قائل به هستند که به این باور پیدا کردن که مردم طرف مقابل کسایی که جهاد میکنن مجاهدین نیستن، این دلالت به این میکنه که استمرار از این وضع، دوام از این وضع فعلی. پس این یعنی به این معنی اگر وقت کنا جواسیس بودن، پس اینا که در نظام هستن خینا پس اولیاء خود بودن، مجاهدین بودن. نه.